خدا کجاست؟ ما او را در شکوه غروب می‌بینیم و عظمتش را بر قله یک کوه احساس می‌کنیم. می‌دانیم که او بر سریر آسمان‌ها نشسته، ولیکن او تنها در چنان مکان‌هایی سکنا نمی‌گزیند، بلکه در کوره‌های آتشین نیز حضور دارد. در شکم یک ماهی، در لانه یک شیر و در سلول زندان، در دریاهای طوفانی. او در ساعات تاریک شب نیز حضور دارد و در پای صخره‌ها. او حتی در دره تاریک مرگ نیز حضور دارد. خدا کجاست؟ او در جایی سکنا می‌گزیند که بیش از هر جا به او نیاز داریم.